من از زندان نمیترسم که زندان جای شیران است. من از دنیا میترسم که نامردی فراوان است. السلام علیکم برادران عزیز، با شما من سعید هستم. امیدوار هستم که در این ماه شریفی مبارک همه شما خوب هستید. برادران عزیز، امروز میخواستم درباره یک دو موضوع گفته بگذارم برای آن شخصانی که ننگ ناموس ندارند، ننگ ناموس مردی، ننگ ناموس تاجیکی ندارند و از خفای منیتار چند قیمتانه برادرانمون حقارت میکنن، تنقید میکنن. به همو خطاب میارم. برادران عزیز، چند قی برادران تاجیکی ما، مهاجرا، برادرانی که با بیزنس در شهر مسکو کار و فعالیت میکنند، چند قی ای دستش آمده است به همین خلق خودمان یاردم کردستند. هر یک تجارتکاری که به 400 عائله به 800 عائله یاردم کردستند، خیر کردستند، چند قی که ای دستش آمده است یاردم کردست. امروز یک بیگانه ای که مثلا کمک به یک تاجیک ما یاردم کردن، سر از پسزنی را سر کردیم. دیگه بلاگرها رو، دیگه مردم تاجیک رو. چند روز پیش یک بیناموسی که در صفحه اینترنت ویدیو پرتافتگی هسته، مردکی 30 سال دار، با او آدم سخن گفتنم حیف است و گفتم میگذارم برادران عزیز، همه بلاگرها را ای اوچا و ای مادر و ای خواهر و اپا حقارت میکنند که بلاگر دو یاردم نکرده است. ای آدمی بیناموس چه بلاگر گیره و بطی یاردم کنه؟ بلاگر یگان میلیون کار کرده است. $100 که ای قفای همین پرسموت را ای چی کار میکنن، همو آواز همشون گرفته استن، خیر کرده استن. با یک مادر، با یک عائله ای که مثلا با خوراک محتاج هستن یاردم کرده استن. چنین بلاگرای ما یگان بلاگر نیست برادران عزیز. یک بیگانه ای که کمک گرفتن یاردم کردن، دست به بر داشتیم. گپ نیست تو زوری، تو موجیکی که یاردم کردی و بلاگرای ما یاردم نکرده استن. میگه که 100 بار یاردم کنی، یک بار اتکس کنی، میگه که وای 100 بار یاردم کردگی تو در نظرش نمیوه، مثلا یاردم کرد نمیگه. یک باری که اتکس کردی میگه که یاردم نکرد. امروز اینم خیلی وضعیت شده ایستاده است. مهاجران، همه برادرانی که سوم دارند به خلق یاردم کرده ایستادند. برادران عزیز، یاردمشون رسیده است از هم مهاجر، هم بیزنسمن، هم بلاگر، شخصانی که مثلا یک سوم معین دارند به خلق یاردم کرده ایستادند. برای چی ما اینم خیلی شیرای نر تاجیک دستگیری نمیکنیم؟ یک بیگانه ای که مثلا این یاردم کرد سرازی دستگیری میکنیم. برادران عزیز، این بیننگ و بیناموس شدن شهر نیست. این برای همه داخل نداره. برای بعضی آدمایی که خودش مثلا این گپا را میفهمه در کجا چی کردگن، همو داخل داره که بیناموسی میکنن، پس میزنن ملت خودمونه. میگه که یاردم نمیکنه، 10 بار زنگ زدم نمیبرداره. این نمیشه برادران عزیز. اینا از وطنمون تاجرانی که با بیزنس سر و کار دارند 3 میلیون روبل برای ما مهاجران جدا کردند. و امروز در صحیفه اکای دلاور دیدم یک تاجر دیگری ما یک ماشین اودی که 1.5 میلیون روبل در همین شهر روسیه می ایستد میگیره، اون خیر میکنه برای اون خاندانی که با خوراک نیاز دارن یاردم کنین. میگه این خیلی مردا، این خیلی شیرای نرا ما هم داریم برادران عزیز. یک بیگانه ای که مثلا این یاردم میکنه سر از گپ نیست میگیم. نه که همون بیگانه دم اگر فایده نمونه در شما ای قفای ما و شما نمیشوه. یک کس یک کم تری که فایده داره، همون کاری که ای قفاش میشوه که او آدم مبلغ خوب در دست میاره. و اون شخصانی که نمیفهمن توپای هستن، گروه بگوره توپای هستن، همو میگه ای گپ نیست یاردم کردین. نه که شما این سیستم را نمیفهمین که چه خیلی او یاردم میکنه و ای کجا او سومی خوش رو به دست میاره. باقی در امان الله باشین. گپ بسیار نمیکنیم. خدا نگهبانتون. حرکت کنیم برادران عزیز، یکدیگر دستگیری کنیم. ای خودی گنده باشم، ای خودی تای برادر. همه وقت یه روزی قندیده ای خودی دست میگیره و یاردم میکنه. بیگانه سگ دیوانه است. یگان وقت یک روزی میشوه که میفهمی همون آدمایی که
ҳози айхидира пас задестанд, як рӯзе мешава ки дар сараш меоя як проблема, баъд мефаҳма ки қадри айхидӣ чӣ қадар боло аст. худо нигаҳбонтон, дар амони аллоҳ бошем бародарони азиз. ин суханҳои мо барои ҳама нест. ин суханҳои мо барои ҳамун шахсоне ки аз қафои монитор истода фақат гапҳои даштномаҳои безеб метиҳамин шерои нари тоҷики худмона ва дигар одаморо даст ба мебардоранд. шерои нари тоҷики мо ҳам бисёре бародарони азиз. ҳар як шери нар дорем ки любой проблема, любой намин чиётонда ёрдам мекунанд қинди вазъиятда. чени намин халқи мо ягон халқ ҳози ба халқи худаш ёрдам накардесай бародарони азиз. боқӣ дар амони аллоҳ бошен. худо нигаҳбонтон.